و زمین لرزه واقعا وقتی که گذشتگان ما این حالت ها میشد میترسیدن. نافع از صفیه بنت ابی عبید روایت میکنند، میگویند که زلزلت الارض علی عهد عمر، زمین در زمان حضرت عمر به لرزه آمد، حتی سریرها جنبید، کتها جنبید. کتهایی که خواب میکنند همین کتها جنبید. زمین لرزه های اون زمانه ها اکنون با سبکتر بود، آشیانه های یک آشیانه بود خانه ها، حتی کتها به لرزه آمد. حضرت عمر خطبه کردند، برآمد کردند، گفتند که لئن عادت لاخرجن من بین ظهرانیکم، اگر یک مرتبه دیگر زمین جنبی شود من از بین شما برآمده میرم. گفتند یعنی که شما گناه کردید و گناه شما سبب شد که الله تعالی زمین جنبی را فرستانید، اگر یک مرتبه دیگر زمین جنبد من از بین شما برآمده میروم. گفتند یعنی مردم را پند دادن، نصیحت دادن که وقتی که چنین حادثه ها که شد شما باید تقوا کنید، توبه کنید، بازگشت به سوی الله تعالی کنید. و حضرت عایشه رضی الله عنها پرسیده شدند، زینب بنت جحش رضی الله عنها مادر مومن ها پرسیده شدند، گفتند که قالت انهلک و فینا الصالحون، یا رسول الله مگر ما هلاک میشویم، یعنی وفات میکنیم و بلاها گرفتار میشیم حالا که در بین ما آدمای صالح هست. یعنی بعضی انسان ها گناه کرد، آدمهای صالح هم داریم، آدمهای فاسق و فاجر هم داریم. بعد الله تعالی همه را به این زلزله و به این مصیبت ها گرفتار میکند. آدمهای صالح هم داریم که یا رسول الله، گفتن که نعم اذا کثر الخبث، نعم اذا کثر الخبث، بله گفتن آدمهای نیک باشدن بلا میبیاد اگر خبث یعنی پلیدی زیاد شود. کل معصیت عصی الله تعالی بها فی البلاد او البحر او فی اللیل و النهار، هر گناهی که الله تعالی گناه کرده شود در شهرها، در خشکی ها، در بحرها، در شبها، در روزها، وقتی که گناه که زیاد شد بعد آدمهای نیک باشدن بلا اومدن میگیرد.